دوستا و هموطنای عزیز سلام برسه. آرزو دارم که همگیتان جور صحتمند باشین به هر جای دنیا که هستین. ما امروز روز آخرم است به شهر زیبای دوشنبه تاجیکستان و رقمی که دیدین دو کنسرت بسیار موفق و خوب پشت سر گذاشتیم و پیش از اینکه ما از دوشنبه سفر کنم و از تاجیکستان برم میخواستم که یک چند لحظه را گرفته و یک تشکری از قلب و سپاسگزاری بکنم از تمام مردم دوست داشتنی و با فرهنگ و با کلتور تاجیکستان که چقدر از ما در تاجیکستان استقبال کردن و چقدر محبت نثار ما کردن. ما واقعا سپاسگزار همگیشان هستم و خوشحال هستم از اینکه برای اولین بار تاجیکستان آمدم و خاطرات فوق العاده خوش و خوبه با خود همراه خود میبرم و آرزو دارم که انشالله دوباره در تاجیکستان وعده میکنم همراهشان که برگردم و برنامه‌های بهتر و بزرگتر در اینجا در آینده براشان خواهد داشتم. So بازم یک جان تشکر تاجیکستان. Love you guys so much and thank you for the great hospitality. در ضمن همچنان میخواستم درباره کنسرت تور دور دنیا میتونم به فارسی بگویم یا ورلد تور که دربارهش شما حتما پوستر دیدین که 2 روز قبل ما نشر کردیم. صحبت های داشته باشم. البته تور این ورلد تور ما شروعش از تاجیکستان شد و بعدا ما بخیر به طرف اروپا رفتنی هستیم که در اروپا اولین کنسرت هم از شهر زیبای فرانکفورت شروع میشه و کنسرت های فرانکفورت و بعدا ما به طرف شهر بردا نیدرلندز یا هلند میریم که این کنسرت ها به تاریخ 21 می و 27 می هستند که توسط برادر دوست داشتنیم، دوست نهایت عزیز و پارتنر کنسرت های ما خیبرجان کوچی از کلم انترتینمنت ارگانایز شده و ما افتخار زیرا داریم که یک بار دیگه از طریق کلم انترتینمنت و شیرزاد انترتینمنت البته در خدمت همتان نازنین ما در شهر فرانکفورت و بردا بخیر باشیم. بازم تکرار میکنم می 21 شهر فرانکفورت و بردا می 27. بعد از او ما کنسرت های 2 کنسرت دیگه داریم بخیر به شهر اسن که 4 جون است و شهر زیبای هامبورگ که 2 جولای است. شهرهای اسن و هامبورگ هر دویش دوست عزیز ما شکیب جان عزیز از استیج ایونت و با همکاری شیرزاد انترتینمنت باز هم برگزار کردن که خوشحال هستم و هیجان دارم که در خدمت دوستای عزیز ما در شهر اسن و هامبورگ می باشیم. البته بسیار کوتاه میخوام یادآوری بکنم از تمام هموطنان نازنینم که در شهر کلن به دیدن ما آمده بودن زمانی که ما همراه تلویزیون ویدیار و ارکسترای سمفونی کلن یک برنامه داشتم 1-2 هفته قبل. تمام هموطنای ما از 4 گرد کلن آمده بودن و چون در اونجا برنامه ما کمک کوتاه‌تر بود، فقط 3 آهنگ یا 4 آهنگ فکر میکنم بود و برای هموطنا ما یادم رفته بود که برشان وعده بدم که ما آمدنی هستم دوباره. So here you go. تمام هموطنان نازنینم که لطف و مهربانی کرده بودن و به دیدن ما از راههای دور در شهر کلن آمده بودن و در آخر شب نتونستم درست نمرایشان عکس بگیرم. دوباره به دیدنتان آمده نیستم به شهر اسن که میفهم اسن نزدیک تمام شما هست، سنتر است و تمام شهرهای که در 4 بغلش هست نزدیک است و خوشحال هستم از این که او هموطنان نازنین خدا که در شب دیدن ما آمده بودن دوباره در شهر اسن بخیر میبینم. So بازم تکرار میکنم اسن تاریخ 4 جون است و هامبورگ جولای 2 یا 2 جولای. همچنان بعد از شهر هامبورگ ما کنسرت دیگه داریم به شهر استکهلم که ما بیشترین پیام را از استکهلم میگرفتیم. Here you go. شهر استکهلم به تاریخ 11 جون بخیر
ما در خدمت شما نازنینا می باشیم که این کنسرت کریمی انترتینمنت برگزار کردن، لطف کردن و من خوشحال هستم که امروز از اینا افتخار همکاری می داشته باشم و انشالله 11 جون به خدمت شما هموطنان نازنین در شهر استکهلم می باشیم بخیر. همچنین ما سر یک کنسرت بسیار بزرگ و کلان خوب در شهر زوریخ سویتزرلند در صحبت هستیم با یک کمپانی بسیار خوب و همچنان یک شهر در کشور استریا که ما اتریش میگیم، در اتریش هم صحبت ها در جریان است و مجرده که ما تاریخ های شهر زوریخ سویتزرلند و کشور استریای اتریش کنفرم کردیم، انشالله ما برتان حتما اول میتونم. البته باید یادآور شوم که مثل شهرهای دیگه که ونیوهای فوق العاده زیبا و بین المللی یا به استاندارد اینترنشنال رقمی که میفهمید کنسرت های ما برگزار میشه که کتور قبلی ما بود، این بار هم ونیوهایی که ما انتخاب کردین همش استانداردهای جهانی هستند و فوق العاده زیبا هستند و همچنان شهر زوریخ کنسرت هالی که ما بخیر زیر پلان ماست که میگیریم یک کنسرت هال استاندارد جهانی است و بسیار زیباست و همچنان استریا عین چیز خواهد بود و رقمی که میفهمین بند موسیقی ما که یک بند جهانی و فوق العاده هستن، ما از اونا تیاری ها و آمادگی های بسیار خاص برای این کنسرت ها انشالله گرفتیم. دنسرهای ما مثل بار قبلی عین دنسرها خواهد بودن و بر قسمت انترتینمنت کنسرت ما بسیار بسیار زیبایی اضافه میکنن یا علاوه میکنن که من از این هم بسیار زیاد خوشحال هستم. لایتینگ استیج، ساوند، ونیو، هال، یعنی همه چیزا به استاندارد جهانی خود بود، شاید حتی بهتر از گذشته ها انشالله. و ما آرزو دارم که هموطنان نازنین که در کنسرت تشریف میارن انشالله کنسرت های پر از خاطره و به یاد ماندنی برای همگیشان باشه و آرزو دارم که وقت خوش همراه ما داشته باشن. میایم سر کنسرت تورای USA امریکا و استرالیا که زیاد هموطنا سوال میکنن و در زیر پستایم کامنت ماندن. در این باره میخواستم کمک روشنی برتام که ما به USA و یا امریکا آمدنی هستم 100%. یگانه چیزی که ما فعلا از این خاطر تاریخ ها و یایش در فیسبوک هنوز ننداختیم، به خاطر از اینکه ما سر تاریخاش کار کرده رایستیم که امو تاریخ های را انتخاب بکنیم که برای همگی بند ما، برای ما، برای تاریخ های ونیو همگیش خوب باشه. منتها اقا میتونم براتون بگویم که در بین سپتامبر و اکتبر حتما این تور خواهد بود که یک تور 5 کنسرت انشالله زیر نظر داریم و همچنان کشور استرالیا، رقمی که گفتم استرالیا زیر کار است، تاریخش زیر کار است. هر زمانی که تاریخ ها کنفرم میشه ما شما را در جریان حتما میمانم و دوستایی که از استرالیا نشته میکنین تشکر یک جهان از محبتتان. ما هم دلم میتپه و ای که دوباره در خدمت شما باشم و همراه شما وقت بگذرانم در جریان کنسرت های خود که این کنسرت تور استرالیا طرف آخر سال خواهد بود که انشالله براتون حتما اول میتونم. کانادا هم زیر دست است و تاریخ های اینایش کنفرم نشده اما زیر کار است، زیر پلان است. 100% کانادا زیر پلان کاری ما هست و ما شاید در کانادا هم یک تور 3 الی 4 کنسرت انشالله می داشته باشیم که او را هم ما برای شما انشالله هر چقدر زودتر که ما تاریخ ها را پیدا کردم کنفرم شد ما برای شما اول میتونم. البته میخوایم یادآور شم که نام از این کنسرت تور جهانی ما نیو بیگینینگ ماندیم و یا آغاز نو.
که این میتونه از دو جهت معنا بده. یک معنای از که واقعا بعد از اینکه ما از افغانستان دو حالتی که خارج شدم، رقمی که از زیر دست طالبا برآمدیم و به حساب زنده برآمدیم و سلامت برآمدیم، برای خود من شخصا که به بسیار وقت زیاد یکی از تارگت های طالبا بودم، من را یک زندگی نو برای خود میبینم، یک آغاز نو برای خود میبینم و امیر رقم میبینین که بعد از یک ماه یا نهایتش 2 ماه استراحت ما دوباره با پای استاد شدم و با وجود از اینکه ضربه بسیار محکم ما در افغانستان خوردیم، تمام هنرمندا ضربه خوردن، مخصوصا شخص خودم بعد از اینکه از افغانستان برآمدم تمام چیز خودم از دست دادیم. ما دوباره سر پای خود استاد شدم و دوباره سر کار خود شروع کردم و امیر رقم تا وقتی که خداوند بر ما چانس خدمت و کار میته و خداوند مهربان میباشه و صحتمندی بر ما میته، انشالله ما امیر رقم به کار خود ادامه خود دادم و هیچگاه خاموشی را از آن خود نخواد کردم. و این بر ما بسیار مهم است که نه تنها ما بلکه تمام هنرمندای افغانستان به خاطر فرهنگ، به خاطر موسیقی افغانستان آرزو دارم که اونا هم همیشه تلاش بکنن و نگذاریم که چراغ موسیقی افغانستان به هیچ وجه خاموش شود. در عین زمان ما این آغاز نو نه تنها برای خود بلکه بر تمام مردم خود ما هم میبینیم. برای از اینکه خود از دست دادن، ناامید شدن و استاپ کردن راه حل برای هیچ چیزی در زندگی نیست. درست است که ما امروز بسیار زیاد مشکلات داریم، بسیار زیاد غم زده هستیم، کشور خود از دست دادیم، مردم ما در شب و روز در غم، در گرسنگی زندگی میکنن. ولی آرزوی من این است که ما تلاش بکنیم که یک امیدواری برای وطن خود، برای هموطن خود باشیم و آرزو داریم که ما از طریق اتحاد و متحد بودن همراه همدیگر بتانیم که یک آغاز نو برای مملکت ما داشته باشیم و نگذاریم که مملکت ما تا ابد در زیر ظلم، تاریکی و جهل باقی بمانه. و ما به این 100% اطمینان دارم که اگر ما هم بستگی نشان میدیم، اگر ما آواز بلند میکنیم، حتی اگر از راه دور باشه، حتما این آواز بلند کردن ها و این تلاش ها و این کوشش ها یک اندینگ و یا یک آخر مثبت و زیبا خواهد داشت. از این لحاظ ما نام تور خدا یک آغاز نو ماندیم و آرزو دارم که با این کنسرت تور و آغاز نو بتانم که امرای هموطنای خود در سر تا سر دنیا یک دلیل یک جا شدن و همبستگی در بین هموطنای خود باشم و بتانن هموطن